سلام بچه ها، اومدیم با یه چالش جدید. سلام. خب چالشمون اینطوریه که توی این لیوان عدد داریم، توی این لیوان سری موارد داریم. باید هر عددی که در میاد از اینجا، مثلا عدد 5 اگر در اومد، اینجا شهر در اومد، 5 تا شهر نام ببریم. به تعدادی که از این در میاد، از این باید اسم ببریم. خب اول فرنگیست. شما تا عدد 20 آروم آروم بشمار، بعد اگر من نتونستم بگم بله باش. دیگه خب عدد رو در بیارین. عدد چند در اومده؟ عدد 18 رو نشون بدیم. عدد 18. خب اینجا کفش، 18 نوع کفش باید نام ببری. ساق بلند، ساق کوتاه، صندل، اونایی دارم، اونایی اسمشون چیه؟ کتونی، کرفس، کتونی، دمپایی جلو بسته، از صندل جلو بسته، صندل جلو باز، پاشنه بلند، پاشنه کوتاه، بندی، بی بندی. تمام شد دیگه. تمام شد گفتی؟ خب تمام شد. حالا نوبت منه. دیگه اینا رو نمیگردیم داخل، میذاریم کنار. حالا نوبت منه. خب یه عدد در بیارم. عدد بسم الله، خدایا عددش کم باشه، خدایا کم باشه. آخ جون، عدد 3. ببینید عدد 3. خب از اینجا در بیارم، از اینجا یه چیزی در بیارم، از اینجا اینو در میارم. ببینم چیه. اسم دختر. 3 تا اسم دختر. نریز دیگه. 3 تا اسم دختر. خب فرنگیز، فرانک، شنتیا. حالا نوبت فرنگیز باباره. عدد 15 از اینجا داری گیرون. مدل گوشی ها اول فصل سامسونگ، اپل، مدل گوشی بابام، مدل گوشی داداشم، مدل گوشی شیائومی، چی دیگه یادم نمیاد. خب این هم که نتونست. خب یکی دیگه عدد انتخاب کنم. عدد